به ویدئوی آموزشی برداشت از حساب البانک خوش اومدید. در این ویدئو قصد داریم به صورت کامل و جامع مراحل برداشت ارزهای دیجیتال از این صرافی رو به شما آموزش بدیم. با ما همراه باشید تا با طی کردن این مراحل ساده بتونید به راحتی و با امنیت کامل دارایی‌های خودتون رو به کیف پول یا صرافی دیگری منتقل کنید. بعد از انجام معاملات موفق در صرافی البانک ممکنه بخواید بخشی یا تمامی دارایی خودتون رو به کیف پول شخصی یا صرافی دیگری منتقل کنید. این فرایند که به اون برداشت یا withdrawal گفته میشه، یکی از عملیات اساسی در دنیای ارز دیجیتاله. البانک با فراهم کردن امکان برداشت سریع، آسان و امن به شما کمک میکنه تا به راحتی دارایی‌های خودتون رو مدیریت کنید. برای شروع فرایند برداشت، ابتدا وارد حساب کاربری خودتون در البانک میشید. بعد از ورود موفقیت آمیز در منوی بالای صفحه بر روی گزینه والت کلیک کنید. سپس از منوی باز شده گزینه اسپات رو انتخاب کنید تا به صفحه مدیریت دارایی‌های اسپات خودتون هدایت بشید. در صفحه اسپات دکمه withdraw رو پیدا کنید و بر روی اون کلیک کنید. این دکمه شما رو به فرم برداشت هدایت میکنه، جایی که میتونید جزئیات برداشت خودتون رو مشخص کنید. در نظر داشته باشید که اگر حسابتون رو تازه ساختین، این بخش براتون میاد تا شما اکانتتون رو به برنامه اوثنتیکیتور گوگل متصل کنید تا امنیت حسابتون بالاتر بره. برای این کار ابتدا با استفاده از تلفن همراهتون که توی این مورد ما از اندروید استفاده میکنیم، QR کد روبرو رو اسکن کنید. بعد از اون میریم توی پلی استور و گوگل اوثنتیکیتور رو دانلود میکنیم. سپس برنامه رو باز میکنیم و حساب کاربریمون رو انتخاب میکنیم. در نظر بگیرید که به دلایل امنیتی این بخش رو نمیشه تصویر برداری و رکورد کرد، چرا که کد بعدی که اسکن میکنید خیلی مهمه. بعد از اسکن در برنامه گوگل شما هر 60 ثانیه یک کد جدید جنریت میشه که میتونید از اون استفاده کنید. پس از اون دکمه بالا رو میزنید تا کد برای جیمیلتون فرستاده بشه. سپس به سمت اکانت جیمیلتون میرید تا کد مورد نظرتون رو پیدا کنید و در بخش مورد نظر وارد کنید. گزینه آخر از شما میپرسه که آیا تمایل دارید که هر دفعه که وارد حسابتون میشید از شما کد ورود درخواست بشه، که میتونید برای افزایش امنیت حسابتون این کار رو بکنید. در ادامه میریم به سراغ بخش اصلی، استخراج ارز از حسابتون. ابتدا ارز مورد نظر خودتون رو انتخاب کنید و سپس آدرسی که میخواید ارز رو در اون بریزید رو وارد میکنید. برای این کار نام توکن استخراجی رو وارد کرده، شبکه مورد نظرتون رو انتخاب کنید، آدرس رو وارد کنید و در صورت نیاز اگر نکته‌ای وجود داشت میتونید در اینجا وارد کنید. سپس بستر مورد نظر رو انتخاب میکنید و مقدار توکنی که میخواید استخراج کنید رو وارد میکنید. حالا بر روی گزینه withdrawal کلیک میکنید و در نهایت تنها مرحله تایید باقی میمونه که دقیقاً مثل مرحله اضافه کردن گوگل اوثنتیکیتور هست. در صورت بروز هر گونه سوال یا مشکل میتونید با تیم پشتیبانی ما تماس بگیرید. ما همواره آماده پاسخگویی به سوالات شما هستیم. از توجه شما سپاسگزارم و امیدوارم تجربه خوبی در صرافی البانک داشته باشید.